اومدم خیلی ساده و دوستانه بهت بگم که اگه مراسم عروسیت نزدیکه، این چند تا کاری که توی ادامه ویدیو میخوام بهتون بگم و حتما انجام بدید. قبل از هر چیزی این ویدیو رو هم برای اون دوستت که تازگی میخواد ازدواج کنه بفرستون، خیلی به دردش میخوره. خیلی مهمه که شما روز عروسیتون پوستتون خوب باشه و کرم پودر و مواد آرایشی روی پوستتون خوب بشینه. اولین نکته اینه که 1 ماه قبل از مراسمتون شروع کنید روزی 8 لیوان آب بخورید. دومین کاری که باید بکنید اینه که یه روتین پوستی خیلی ساده برای این ماه آخر انتخاب کنید. یه شوینده، مرطوب کننده، آبرسان و کرم دور چشم مناسب پوستتون. توی ماه آخر اصلا نیایید از سرم‌های مختلف استفاده کنید، مثل ویتامین C، رتینول و غیره، چیزایی که اسیدی ان. اینا رو اصلا به پوستتون نزنید، چون ممکنه که پوستتون بهش واکنش نشون بده. آخرین کاری که باید انجام بدید اینه که 15 روز قبل از مراسم عروسیتون برید و یه فشیال پایه برای پوستتون انجام بدید. توی فشیال پایه فقط دونه‌های سرسیاه رو خارج می‌کنن و پوست رو آبرسان